در رقابت‌های پیش از انتخاباتی ایالات متحده آمریکا یک تحولات نو شد. در آوازدهی شب 9 فوریه در ایالت نیو همشیر از میان جمهوری خواه‌ها میلیاردر دونالد ترامپ و از میان دموکرات‌ها برنی ساندرز در رقابت‌های اولیه یا پرایمریز برنده اعلان شدند. رقابت‌های کنونی و نتیجه‌های آن راه را برای انتخابات سرتاسری روز 8 نوامبر باز می‌کند. دونالد ترامپ را همچون مخالف سرسخت راهیابی مسلمانان به آمریکا می‌شناسند که از سوی مورد انتقاد شدید از جمله در سطح پرزیدنت باراک اوباما شده است. از طرف دیگر او را محض به همین خاطر یک بخش جدی جامعه این کشور طرفداری می‌کند. برنی ساندرسی نماینده سوسیال دموکرات ها باشد با وعده های بیپول کردن تحصیل و از بین بردن بانک های عظیم به دل هوادارانش راه یافته است. نتیجه های رقابت های اولیه چه معنا دارند و در مجموع جریان آوازدهی برای انتخاب پرزیدنت آینده آمریکا چطور میگذرد؟ مسائلی است که در صحبت با بروس پنیر شارح رادیوی آزادی مطرح میکنیم. سلام بروس، خواهش میکنم نتیجه های نیو همپشیر را نخست خلاصه کنید. مسلم است که نتیجه های انتخابات در ایالت نیو همپشیر ناگهانی بود. ویژگی نیو همپشیر در آن است که نخستین بار به نتیجه های آوازدهی در این ایالت توجه شد. پیش از همه کسی انتظار نداشت که ساندرز در این ایالت از کلینتون میگذرد و برنده می شود. یک چیز عجیب این بود که ساندرز اکثری آوازهای زنان و دخترانی را برد که از 18 تا 29 ساله بودند. این را باید هیلاری کلینتون و اعضای تیم او جداً به اعتبار بگیرند. نتیجه های ترامپ چندان غیر منتظره نبودند، با آن معنا که او با پیروزی در این ایالت واقعا هم امید داشت. اینجا مردم دارا و آگاه از سیاست به سر میبرند. در میان این نامزدهای انتخاباتی در آمریکا ما دو نام را می‌دانیم که یکی از جانب دموکرات‌ها و دیگری از جمهوری خواهان نمایندگی می‌کند، از یک سوی خانم هیلاری کلینتون و از طرف دیگر نماینده خانواده‌های بوش قرار دارد. ولی تا کنون ما می‌بینیم که جانبداران آنها، طرفداران آنها چندان زیاد نیست. با وجود اینکه این دو خانواده تجربه خیلی بای حضور در صحنه سیاسی آمریکا در مقام پرزیدنتی را دارند، سبب چندان قوی نبودن موقع های سیاسی آنها در انتخابات کنونی چی است؟ بله، در امریکا چنین عنعنه ها یا خانواده های سیاستمداران وجود دارند، ولی اگر ما به گذشته ها نگاه کنیم میبینیم که نمونه های جان آدامز و جان کوینسی آدامز در قرن 18 و 19 نمونه بودند. بعد کندی ها می شود گفت که عنعنه های عائلوی شرکت در سیاست جاری شد. امروز این را در مثال عائله های بوش و کندی می توان دید. اینجا جهت‌های مثبت و منفی خود وجود دارند. مثلا دوره پرزیدنتی بیل کلینتون و بعداً شرکت همسرش هیلاری کلینتون در سیاست در مجموع خوب بود. ما حالا درباره حیات عائلوی آنها صحبت نمی‌کنیم. دوره کلینتون در مجموع در تاریخ سیاسی آمریکا مثبت ارزیابی می‌شود. اقتصاد پیشرفت کرد و سیاست خارجی هم خوب بود. اگر به جب بوش نظر کنیم، پدر او جورج بوش کلانی یک مهلت پرزیدنتی کرد. دوره او را هم در عموم خوب ارزیابی میکنند، چون که او در گذشته رهبر آژانس مرکزی استخبارات و سفیر امریکا در چین بود و سیاست خارجی را خوب درک میکرد. یک مسئله که تمام دوره پیش از انتخاباتی جب بوش را دامنگیر خواهد بود، این دوره ریاست جمهوری برادرش جورج بوش خردی می شود. این دوره ها خوب نگذشتند. امریکا وارد دو جنگ شد، اقتصاد رو بر رکود آورد. اینجا گناهی جب بوش نیست، ولی مردم به شبهه به هنگام ارزیابی نامزدی جب بوش او را همچون نماینده خانواده بوش ها ارزیابی خواهند کرد. در مثال هیلاری کلینتون باید گفت که برخی منقدان او را ضعیف می حسابند که به هنگام رخ دادن ماجرای مربوط بر روابط جنسی شوهرش او از بیل جدا نشد و شوهرش را حمایت کرد. یعنی این خیل حادثه ها در اصل یک باره هست که آنها هم آن را باید بکشند.
در بعضی حالتها این گونه بار با منفیت آنها کار میکند. بله ریسک دارد، بله آنها مسئول این عمل ها نیستند، ولی جامعه امریکا همیشه به این فکر می شود که رمزی کرده گوییم سیبی که از درخت افتاده است دور نرفت. یعنی میگویند که اگر خویش تو فلان کار را کرده باشد تو باید بهتر از او شوی. کدام نفر از نامزدهای فعلی انتخاباتی در امریکا دانش‌های کافی بین المللی سیاسی دارد و توانی پاسخ دادن به این چالش‌ها و یا ایستادگی کردن در برابر این چالش‌های بین المللی را به فکر شما دارد؟ برای امریکا مهم نیست که نامزد انتخاباتی کی می شود، چون که اروپا و آسیای دور یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین در محور همکاری های استراتژیکی هستند و می مانند. این فهرست هیچگاه دیگر نمی شود. در رابطه با امریکای جنوبی و آفریقا بسیار وقت از نامزد پرزیدنت بستگی دارد. نفر مثل هیلاری کلینتون درباره افریقا و آسیا و امریکای لاتین اطلاع کافی دارد. دونالد ترامپ تا جای ما دیدیم درباره اروپا و چین اطلاع دارد و در مسائل دیگر کاملا از مشاورانش وابسته خواهد شد. نفر مثل جب بوش دانش‌های فراگیر از سیاست جهانی خواهد داشت، چون که در خانواده سیاستمداران بزرگ شده است. برنی ساندرز یک شخص روشن فکر و دانشمند است و او هم میتواند در رابطه با تحولات سیاسی جهان اطلاع درست داشته باشد. از میان آنها هیلاری کلینتون در مقام کاتب دولتی امریکا کار کرده در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان بوده است. از سوی دیگر در تاریخ امریکا پرزیدنت رونالد ریگان هم در مسائل سیاست خارجی اطلاع ناکافی ولی مشاوران خیلی خوب داشت. اگر من با تاجیکان صحبت میکردم میگفتم که برای آنها همکاری با نامزدهای مثل بوش، کلینتون و ساندرز موفق تر بود، چون که آنها حداقل تاجیکستان را در خریطه نشان داده میتوانند. باید گفت سیاست خارجی امریکا یک سیاست جهانی است. تشکر. در صحبت با ما شارح رادیوی آزادی بروس پنیر بود.